تئوری ریزوم بخش ششم جنبش زن، زندگی، آزادی. جنبش زن، زندگی، آزادی. جنبش‌های اجتماعی از بستر یک سیستم اقتصادی اجتماعی برمیخیزند. جامعه ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یک جامعه توسعه نیافته است. مبنای توسعه یافتگی یک جامعه رشد نیروهای مولده می باشد. نیروهای مولده از دو بخش مهم تشکیل می شوند: انسان و ابزار کار. انسان در پروسه تکوین خود با ابزار کار آشنا شد. در این پروسه ابزار کار را تغییر داد و تکامل بخشید و خود متأثر از این تغییر تکامل پیدا کرد. نگاه به تاریخ نشانگر آن است که همه جوامع این پروسه را پشت سر نگذاشتند. جوامع اروپایی به دلیل موقعیت خاص توانستند پس از رنسانس و عصر روشنگری ابزار کار را به طور ویژه تغییر و تکامل بخشند. در این تغییر خود تکامل پیدا کردند. قوانین حقوق بشر و دستاوردهای بیشمار دیگر انسانی که ساختار این جوامع را می سازد حاصل رشد نیروهای مولده می باشد. در جامعه ایران نیروی مولده رشد و تکامل پیدا نکرده است. ابزار کار یعنی ماشین و تکنولوژی پروسه رشد طبیعی خود را طی نکرده است. تغییر و تکامل ماشین و تکنولوژی پیچیدگی و قانونمندی خاص خود را دارد که این پیچیدگی و قانونمندی خود را در قانونمندی جامعه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد. قوانین حقوق بشر و قانونمداری اجتماعی و دستاوردهای بیشمار دیگر انسانی که ساختار جوامع اروپایی را می‌سازند حاصل رشد ابزار کار و تأثیرگذاری آن بر انسان می باشد. روشنگری در ایران در قرن 13 به پایان می رسد. رازی و فارابی در قرن 9 این روشنگری را شروع کردند. با سعدی و حافظ این روشنگری به پایان می رسد. در تمامی این دورانها تا به امروز قانونمندی اجتماعی به عنوان یک نظم اجتماعی در سیاست و جامعه و بین مردم معنی و مفهومی اجرایی پیدا نکرده است. در این دورانها نمونه‌های به مانند حافظ و فارابی و فردوسی که تولید اندیشه کردن نداریم. مردم آگاهی و دانش ندارند. آگاهی و دانش سطحی و جزمی است. اندیشه های مردم شنیداری و پامنبری است. بالایی ها منبردار بودند،
و اندیشه ساز رفتارها، کردارها، گفتارها و اندیشه های مردم را سازماندهی کردند. مردم به عنوان شهروند حساب نمی آیند. بر بستر چنین شرایط اجتماعی است که سیستم‌های پادشاهی و اسلام سیاسی و سیستم‌های مستبد دیگر به قدرت می‌رسند و حکومت بالایی ها را تشکیل می‌دهند. بر بستر چنین جامعه‌ای جنبش زن، زندگی، آزادی آغاز شده است. آرزوها و مطالبات انسانی که مرتبط با یک نظم اجتماعی قانونمند می باشد. این آرزوها و مطالبات انسانی از طرف بخش کثیری از جامعه مطرح شده است که مصرف کننده تکنولوژی می باشند، نه تولید کننده آن. ما امروز صاحب تکنولوژی نیستیم، اما جهانی شدن این شرایط را ایجاد کرده است که ما ایرانی ها بتوانیم بستر اجتماعی خود را تغییر بدهیم و نیروهای مولده را بر سر جای خود بنشانیم تا بتوانند پروسه تکاملی را طی کنند. شناخت درست و حقیقی بستر اجتماعی ایران اهمیت ویژه دارد برای به ثمر رساندن جنبش زن، زندگی، آزادی. شناخت صحیح، خودباوری، تکیه به اراده قوی انسانی، فراگیری دیسیپلین‌های علمی کمک می‌کند تا ما یک انسان هوشمند بشویم. امروز انسان‌های هوشمند هسته‌های هوشمند را در کف خیابان و محله، در محیط کار و زندگی و دانشگاه ایجاد کردند. این هسته‌های هوشمند پایه‌های مبارزاتی هستند در برابر بالایی‌ها. قدرت و حکومت را از بالایی‌ها خواهیم گرفت.